چقدر این جمله عاطفی است. چند بار اگه تکرار بکنید بی اختیار گریه میکنید. اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. اللهم انت ربی، پروردگارا تو رب منیت. معنیش اینه که من غیر از تو هیچ خدایی ندارم، اما تو غیر از من بندگان دیگر دارید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جای دیگه میفرمایند در اذکار صبح و شام، هر روز صبح که نماز صبح میخونید سنت است که 3 بار بگی رضیت بالله ربا، راضی و خوشنود شدم و دلم شاد خوشحاله که تو رب من باشید. من غیر از تو نمیپسندم، من غیر از تو نمیپذیرم، من غیر از تو دوست ندارم. بله دوست دارم کسانی که تو دوستشون دارید، دوست دارم عملی که تو دوست دارید، همش خلاصه میشه در دوستی تو. چقدر زیباست. به ربی غیر از تو راضی نمیشم، دلم آرام نمیگیره، احساس ناامنی میکنم. این نام توست که من آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. هر وقت معصیت تو کردیم، از تو فاصله گرفتیم، دلمون در اختیار کسی دیگه گذاشتیم غیر از تو، احساس ناامنی کردیم، دچار افسردگی شدیم، پریشان شدیم، مضطرب الحال شدیم. الله، یه بار دیگه بگه الله، از جان و دلت بگو الله. این پسرمون امروز خیلی منو تکون داد. بلد میشی؟ یستم این دعا بکنید یک عالم فرزانه بزرگ باشه، یکی از رهبران جهان اسلام و جامعه انسانی و بشری باشه. این بعد از سلام آمد سر صورت منو بوسید، اصرار میکرد که دستم ببوسه. هر کاری کردم میگفت بذار دستت ببوسه. اینا کوچکان بزرگن، خانواده خوب تربیتشون کرده. من نمیدونم اسمش کیه، از کجاست، برای من مهم نیست. بچه های کوچکتون بیارید تو مجالس خوب، مجالس بزرگان، جاهای خوب. بشین پسرم، بشین. رضیت بالله ربا، با دلت بگو، شاد باشه، دلت شاد باشه که خدا توشه. شکر خدا بکنید که الله مال همه است بدون استثناء. اگر الله ما رو یک قشر خاصی بود چه کار میکردیم؟ دنباله سید الاستغفار، لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق نیست به جز توی پروردگار. اعتراف دوم، چقدر خدا این اعتراف رو دوست داره. بعد میگه خلقتنی. این ترتیب این کلمات نگاه کن چقدر زیباست. بعد که میگه اللهم انت ربی، تو رب منید، بعد میگه لا اله الا انت، بعد میگه خلقتنی. سبحان الله، تو مرا از عدم به وجود آوردید. خلق ایجاد بعد از عدمه. تو اجازه دادید من ایجاد بشم، تو اجازه دادید بعد از این که منو از عدم به وجود آوردید
دلم محلی باشه برای دوست داشتن تو در اونجا بگیرید. تو به من اجازه دادید که رو به تو بیستم، تو به من اجازه نماز خوندن دادید، تعظیم در مقابل خودت دادید، تو اجازه شکرت دادید، تو به من اجازه پرستشت دادید. باور میکنی که هر مسلمانی اجازه پرستش نداره؟ حتی مسلمانه ولی اجازه بندگی نداره. خیلی از مسلمان ها شراب میخورن، ظلم میکنن، حرفای کفر میزنن، نماز نمیخونن. اون داستان اون غلام به شما گفتم که از کنار مسجدی با مالکش میگذشت. اون غلام سیاه پوست اجازه خواست که اجازه بفرما سرورم، من لحظاتی برم در مسجد خانه خدا. گفت برو ولی دیر نکن. اون مالکش بیرون در ایستاد. این غلام دیگه وقتی وارد مسجد شد فکر کرد که تو بهشته. وقتی که وارد راز و نیاز و با رب العالمین شد از خود بی خود شد. اون اربابش از بیرون صداش زد ای غلام زود باش بیا، خیلی دیر کردی، چرا نمیایید؟ این غلام از داخل مسجد صدا زد ارباب نمیگذارن من بیام، اجازه نمیدن من بیام. گفت مالک تو منم، کی اجازه نمیده؟ گفت همون کسی که به تو اجازه نمیده پا تو خونش بذارید، به من اجازه نمیده که بیام بیرون. اون مالک دل منه. احد بلال یادتونه؟ احد احد. شکر خدا بکنید خدا به شما اجازه بندگی داده. خلقتنی و انا عبدک، و من بنده تو هم و من بر عهد و پیمان تو به اندازه استطاعتم پایبندم. به نعمتهای تو اعتراف میکنم، دنبالشه. هر نعمتی در من و خانواده هست از جانب توست. و ما بکن من نعمت فمن الله. و به تقصیرات و خطاهام هم اعتراف میکنم. اعتراف دوم فاغفر لی اعوذ بک من شر ما صنعت. به تو پناه میبرم از شر اعمال زشت و پلشتی که انجام دادم. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی اغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. پس بیامرز چون آمرزنده‌ای جز تو نیست. راضی شدم که تو رب من باشید و اسلام دین من باشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم نبی و رسول من باشه. این اعترافات خیلی عالیه، آدم آرام میکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خداوند دو چیز به ما داده. یکی عقل داده که فکر کنیم، مثبت فکر کنیم، زیبا فکر کنیم، مفید فکر کنیم و از خدا بخواهیم که استعداد و هوش ما را افزایش بده. این دعا خیلی دعای خوبیه. در حق هم دعا بکنیم که خدایا استعداد و هوش ما را شکوفا بساز، افزایش بده تا چیزها اونطوری که هست ببینیم و بفهمیم. این خیلی دعای خوبه. در حق فرزندانمون دعا بکنیم، دست به سرشون بکشیم، خدای استعداد و هوش بچه های ما را شکوفا بگردان، افزایش بده تا حقایق اونطوری که هست ببینن، عظمت و بزرگی تو اونطوری که هست پی ببرن، درک صحیح از کلام رب العالمین داشته باشن، از دین داشته باشن، عبادتشون تقلیدی و کورکارانه نباشه، عبادتشون بر مبنای علم و معرفت و دانش و شناخت و آگاهی باشه. اسلام دین تقدسگرایی نیست. مولوی ها و علما حق ندارن و آخوندا مردم رو در جهل و بیسوادی قرار بدن که ازشون پیروی بکنن و بر اونها مسلط باشن. ما باید دین خدا اون طوری که هست به خاطر خدا یاد مردم بدیم، حتی اگه مردم
دین خدا رو یاد گرفتن، احترام ما نکردن، اشکالی نداره. اجازه ندید کسی دستتون ببوسه. در هر جایگاهی که هستید، هر شیخی که هستید، ما وظیفه داریم که بندگان خدا رو به خدا وصل بکنیم، نه به خودمون. قرار نشده ما خدای دیگر بشیم. احترام و محبت جای خودش، اما تقدسگرایی در اسلام سبب استبداد دینی و مذهبی میشه، مرید و مراد درست میشه، دین تعطیل میشه، خرافات در جامعه چه؟ زیاد میشه و اسلام دین خرافات نیست. امشب ما جمع شدیم که تبدیل بشیم. کشور ما تنوع مذهبی داره، تنوع قومی داره، ولی بالاتر از همه ما مسلمانیم، بنده خدا هستیم. شافعی به حنفی توهین نکنه، حنفی به شافعی توهین نکنه، حنفی و شافعی سنی به شیعه توهین نکنه. اگر دلیل داری مطرح کن، همدیگر رو دوست بداریم. کشور مال همه است، مال شیعه هست، مال سنی هست، مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان هست. این کشور مادر ماست، وطن ماست، بالاتر از همه اسلام همه چیز ماست، پدر و مادر ماست. اگر کسی اشتباه میکنه تذکر بدیم، خیلی محترمانه. فرهنگ همزیستی، اینجا بلوچ هست، کرد هست، مهاجر افغان هست، بنگالی هست، بندری هست، ترک هست، عرب هست، شیعه هست. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم نبند، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکنه. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره، اون موقع خودش نمیذاره. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم تو این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگر رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه. قومیت های زیادی تو کشور ما هست، ولی همه مسلمانن. این قومیت ها مانع نشه که ما به هم نرسیم و همدیگر رو سیراب نکنیم از عاطفه های زیبا. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا، عاطفه های زیبا، مهرورزی. همدیگر رو دوست بداریم، لذت ببریم از دوست داشتن همدیگر. اگر نیاز به نصیحت پیدا کردیم، هر کسی حرف خیر زد اونو بپذیریم. نگاه کن چی گفت، نگاه نکن کی گفت. ما اینجا نیامدیم که فقط نماز تنها بکنیم، آمدیم که قرآن رو بفهمیم. سه تا رابطه وجود داره در قرآن، سه تا رابطه وجود داره. یک رابطه با رب العالمین، با خالق، مبناش توحیده. خرافات و شرک تو زندگیت نباشه که در بدرت میکنه، بیچارت میکنه، مفلست میکنه، ضعیفت میکنه، زمینگیرت میکنه. قل هو الله احد. چند تا سوره دیگه مونده که قرآن ختم بشه. کم کم احساس میکنیم که این آخرین عهد ما با کلام رب العالمین. امشب و فردا شب چهارشنبه عیده. رمضان هر سال میاد، اما من و تو شاید تکرار نشیم عزیزم. امشب مال من و شماست. امشب هم دیگر رو حلال بکنیم، رابطمون رو مستقیم به عرش خدا وصل بکنیم. الله دل داده که دوست بداریم و اولین ذاتی که باید دوست بداری خودشه که دل داده، دوستی رو درش گذاشته، محبت تو دل گذاشته. الله هیولا نیست، الله رب مهربانه. خوشبختی کجاست؟ این سواله. یه روزی یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه.
یک شبکه تلویزیونی یک میلیاردر رو دعوت میکنه، ازش سوال میکنه خیلی خوش آمدید، زیباترین و شگفت‌انگیزترین و لذت بخشترین قسمت زندگی تو چیه؟ خوشبختی تو الان یعنی چی؟ بعد این شخص میلیاردر جواب مجری میده که من 4 مرحله زندگی رو گذراندم، تو 3 مرحلهش سعادت ندیدم، اشباع نشدم، ارضا نشدم، احساس سعادت نکردم. مرحله اول جمع آوری مال، ثروت، رصید بانکی به اوج رسیده، نمیتونم بشمارمش. فکر میکردم که جمع مال و املاک سعادته، خودمو خسته کردم، جمع کردم، باید نگهبانی بدم. دیدم که منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به مرحله دوم، رفتم رو عتیقه، گفتم عتیقه بخرم، چیزهای قدیمی بهش میگن عتیقه. میدونی عتیقه چیه؟ ایمان عتیقه هست، گنج ایمانه. کلی عتیقه، مخطوطات، دستنوشته ها، ظرف های قدیمی و جمع کردم. هی نگاه میکردم، کلکسیونی از عتیقه های متنوع دنیا. هر روز رد میشدم جلو قفسه ها، ویترین ها نگاه میکردم، دیدم نه، اینم منو ارضا نمیکنه. منتقل شدم به سومی، ویلاهای زیبا و جذاب تو زیباترین جزیره های دنیا، تو جزیره موریس، زیباترین جزیره دنیا. مالدیو، زیباترین جزیره مرجانی دنیا و بزرگترینش، تو اقیانوس هنده. کشتی های آنچنانی، هواپیماهای آنچنانی، هلیکوپترهای آنچنانی، باغهای آنچنانی. فکر میکردم که سعادت، دیدم که نه. یک روز منتقل شدم به مرحله 4. یک روز بهم زنگ زدن که یه دعوتنامه هست، میخوان شما رو دعوت کنن. 3 مرحله گذشت، ارضا نشد. مرحله 4 دعوتنامه آمد برام از مدرسه معلولین، بچه های معلولی که پا نداشتن، فلج بودن. دیگه رفتم دنبال سعادت، دیگه رفتم. وقتی رفتم که همه بچه های معلول 100 تا نشستن. بعد یکی از این معلولان بلند شد، تشکر از من کرد از اینکه دعوت پذیرفتید به مدرسه معلولین بیاید. گفت من به نمایندگی یه تقاضا دارم، 100 تا صندلی میخوام برای این معلولی. صندلی کم داری؟ بگی دستور دادم 100 تا صندلی آماده بشه براشون. راز خوشبختی کجاست؟ بهشت کجاست؟ میگی قبول کردم 100 تا صندلی براشون خریداری بشه. وقتی که جلسه تمام شد میخواستم برم، یکی از همین دانش آموزای معلول زد پامو محکم گرفت، پنجه زد پامو محکم گرفت. خیلی میگه معذب شدم که اصلا رها نمیکرد. بعد خیره شد تو چشمان من، روشو بر نمیگردون، حلقه زده بود درست تو چشمان من، مثل این عزیزم. هر کاری کردم دستاشو گرفتم، بلند شو پسرم اجازه بده پامو بلند بکنم. طوری گرفته بود، خیره. گفتم چیزی لازم دارید پسرم؟ دیگه خیلی با آرامی دستشو باز کردم، بلندش کردم، گفتم پسرم تقاضای دیگه دارید؟ بگید کلر میخواید، چی میخواید؟ میدونی چی گفت؟ گفت نه ما تقاضای دیگه نداریم.
فقط دعا میکنم که وقتی با هم رفتیم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا تو بهشت خدا از تو تشکر میکنم. به خاطر این 100 تا صندلی که برای بچه‌های معلول آوردیم، وقتی رفتیم با هم تو بهشت خدا، اونجا جلو خدا اجازه داشته باشم از تو تشکر میکنم که این آقا تو دنیا توجه کرده به معلولین، 100 تا صندلی برای معلولین خریدیم. خیلی وقت بهشت اینجاست، ما غافلیم. برادر و خواهرای عزیز، در حق خودتون بخیلی نکنید. یک توبه جانانه لازم است. امشب توبه جانانه که این توبه اونقدر قدرت داشته باشه که ما را یاری بکنه تا فردوس خدا، نه برای 1 سال و 1 ماه و 2 ماه و 1 سال. و آنچنان توشی از این رمضان و این شبها بگیریم که 1 عمر در دنیا و آخرت ما را چه همراهی بکنه. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. عزیزان، ما نماز وتر میخونیم. اون چند سوری که مونده تو نماز وتر خونده میشه. بعد از رکوع رکعت سوم که بالا آمدیم، برادر مصدق دعای ختم قرآن. دلتون حاضر باشه، آمیناتون هماهنگ و منسجم باشه. در حد ربع ساعت 20 دقیقه دعای ختم قرآن میکنه، دعا میکنه، دعاهای جامع کامل متوقف کامل. دلتون همه حاضر باشه، هم برادرها و هم دعایی که به درد دنیا و آخرت کنه. همه را هم منسجم آمین بگیم. صداتون بیش از حد بلند نکنید با گریه. کسی خواهد اشکی بریزه، ناله‌ای بکنه در حد معمولش، اما خواهرها اون طرف کنار ثابت هستن، صداشون رو بلند نکنن، رعایت کنن. خدا بر دلهای ما و شما آگاهه. اون چیزی که صدای دین و دنیا و آخرت ماست، خدا امشب به ما ازش بخواهیم. این کامل‌ترین دعاست. خیلی وقتا ما دعا کردن بلد نیستیم. خدایا از دلهای ما آگاهه. اون چیزی که میتونی صلاح دین و دنیا و آخرت ما و خانواده و فرزندان داخل شه، اون عنایت کنه. عزیزان، مسئولم که جا کمه، اما دل ما جای همه شما رو داره. بعضی از خواهران، خیلی خواهران تو ساحلن گفتان پرستش نمی‌کنن. یادتون نره که در یکی از رمضان‌ها پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب دید که بر آب گل داره سجده می‌کنه. خوب دقت بکنید. در نماز صبح بارندگی شد، پیامبر سر به سجده بود تو محراب، تو سقف مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم همه درخت خرما و حصیر و شاخه‌های نخل می‌ماند. چک بارون، قطره‌های بارون می‌چکید تو محراب. وقتی پیامبر به سجده رفت، بر آب و گل سجده کرد. پیشانیش رفت سلام داد، گل بود. مهم نیست که داخل مسجد جا شده، بیرون تو کوچه تو حیاط کنار ساحل